بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن نحو جنابكم فإن السلامی لا یلیق ببابکم. سلام من مناسب شما نیست، باید خدا بر شما سلام و صلوات بفرستد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه چند شعریست مزاحم و مصدق شما عزیزان میشید. ای خدا، خانه دلدار کجاست؟ البته شعرهایی که عرض میکنم مضمون دعای ندبه است. غالب شما دعای ندبه میخونید، مضمون این را بنده شعر در آورید. ای خدا، خانه دلدار کجاست؟ دلبر مخفی از اغیار کجاست؟ روزم از هجر رخش شام شده، شمع پرنور شب تار کجاست؟ مرکز تابش نور ازلی اولیا را سر سردار کجاست؟ اون که نابود کند اهل فسوق، سرکشان جمله از او خار کجاست؟ اون که آثار کجی بزداید، بگسلد بند ز احرار کجاست؟ اون امیدی که کند پاک جهان، متحرون نبیاتون کیابود، طلب الصلاة علیهم اینما ذکروا. هر وقت امام زمان و سایر معصومین ذکر بشد باید همه صلوات بفرستند. اون امیدی که کند پاک جهان، از پلیدان تبهکار کجاست؟ اون که با یمن وجودش روزی بدهد رازق دادار کجاست؟ و به یمنه رزق الورا و به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما. اون که با یمن وجودش روزی بدهد رازق دادار کجاست؟ قطب عالم که به دورش گردون شد سراسیمه و دوار کجاست؟ اون که در پیکر عالم روح است، دیده از هجر رخش تار کجاست؟ اون که یعقوب صفت جمله خلق از فراقش شده بیمار کجاست؟ اون که از دوری او مولانا گشته دیوانه دل افکار کجاست؟ اون که از دوری او مولانا گشته دیوانه دل افکار کجاست؟ اون که گفتم ز دعای ندبه نم کجا؟ اون یم زخار کجا؟ قرائت بفرمایید. یه بار این شعر یه بار دیگه روشن. دل چو شود مخزن پرتم نور جمال، می شود او محرم بارگه ذوالجلال. آینه حق نماس اون دل صیقل زده، مقصد و مقصود کن فیکون. مقصد و مقصود کن اوس علا کل حال. بشنود از کائنات ز عرش تا زیر فرش، به اختلاف لسان زهر یکی وصف حال. الغرض اون دل بود معدن اسرار غیب، شرح مقامش بود بر این زبانها محال. عارف اگر زون چه گفت درک معانی کند، بر دلش افتد غماز نیست. لون که زنگار از رخش ممتاز نیست، آینه که از نقش آرایش جداست. پرشعاع از نور خورشید خداست. رو تو زنگار از نخ اون پاک کن، بعد اون نور را ادراک کن. اللهم صل علی محمد.
بس تموم شد. از غیب رسید مددی و خلاصه یا الله موفق باشید. من هر وقت مرحوم جدتون عکسشون میبینم یادم جریان ها میفته. اینجا داوری سختی. یعنی تکوینی بودن و منکر نبود و تشریعی هم هست. نه هر دو هستن، تکوینی هم تشریعی. ناشنامی خدا. مزاحم زیاد میاد. بنده بودم نزدیک منبرشون می‌کردم از بعد وقتها زماناتی می‌فرمودن این جمله این که فرمود این سر و صداهایی که می‌بینید برای من می‌کنن من دنبال نکردم این خودش آمدن از آقا خودتون مرتبطن وقتی آقای آیت الله آسد ابوالحسن الباقی بنیادم بحث افتاد یا چی باشد جلوگوی کرد و چی باشد اینها تا مرحوم آیت الله بروجردی شد مرحوم این خودش آمده و اینا من براش کاری نکردم و این سر و صداهایی که شما برای من بکنید برای من فایده ندارد اون وقتی که خدای تعالی را این لباس از تن من کنده شد و با روی سفید خدا را ملاقات کردم اون وقت بهترین حالات هستند برای من و اما وقتی این لباس ها از بدن من نشیده شد و بیرون میآید این سر و صداهای شما برای من فایده ندارد این جمله بود که در بالا منبر در ضمن کلماتش که آمد فرمودند مرحوم لنکنانی که پدر همین لنکنانی باشند که محروم آقای فاضل باشند ایشان من میرفتم درس همین آقای فاضل درس خارج مکاتبشون بعد ها گفتن که من اعتقادم این است که آیت الله بروجردی ربطی و ارتباطی با امام علیه السلام دارد گفتم چطور؟ گفت یک روزی صبح من رفتم منزلشون که با هم بیایم بریم و با شهر دیدم حال آقا خیلی نگران است و که حالش گرفته است عرض کردم حضرت آیت الله خدای نخواسته ناله چیزی را افتاده است فرمود نه آقای فاضل دیشب تا صبح نخوابیدم و فکر این فقرا و این ضعفا و این طلاب و اینها بودم یعنی از خدا حالشون و دبستانشون تحصیل می‌کرد و من چیزی در دست ندارم از دیشب تا صبحی من به خواب نرفتم و فکر اینا بودم لحاظا حالم عزیز شده خراب است من تسلیت دادم آقای فرمودن محترم خداوندان کمک می‌کند و فشارت و می‌کرد تا بلند شدیم رفتیم مباحثه و از مباحثه آمدیم آقا رفتم منزل تحصیل بودم بدم رفتم منزل بعد از ظهرش رفتم دیدم آقا خیلی حال وضع و شادمانی و خوبی دارد هر کردم آقا حال من الحمدلله چطور است فرمود آقای فاضل الحمدلله امام کمک کردن حضرت امام زمان کمک کردن و اعانت کردن آسه مرا به جا آوردن و بسیدش فراهم شد و جادم بگیرن برای فقرا و ضعفا و
و همچنین برای شما خدایی آدم خوش. بعد آقای فاضل هنوز از این صحبتی که آقا فرمود من خاطرم آمد که آقا خدمت امام زمان میرسد. آقا دیگر حال ایشون اینه که میباشد در شاده فرمودن الحمدلله آشد. این هم یکی از خاطرهایی که من در عزیز روزگار دارم و خاطرهای بسیاری هم نوشته شده که الحمدلله شما کتاب‌ها شده گرفتید در اینجا اطلاع دارید، اما از این دوتا ننوشتن چیزی. لحاظا یک وقت دیگرم فرمودن بالای منبر که به من نوشتن این همه اشخاصی که میآیند و معمم میشن و میان در قم، اینها در شهرستانه خودشون درسهاشون بخونن دیگه در قم میان و اونهایی که اهلیت دارن اونها را نگه بدارید در قم و سایر برن جاهای خودشون، محله های خودشون. من گفتم به اونها که انشاءالله این قسمت مشمول امام فرموده امام زمان و خوشحالی اون زمان میباشد که همه بیان داخل هم بشوند. دیگه هر کسی به سعی و مراقبت خودشون از این میدان بحث و علم اینها برمی‌دارد. اما اونطور خوشم نمیاد که بعدشون در شهرهای و محله های خودشون بمانند. نه بیارن کار نیست، اون که خداوند عطا کرد. بعد از این به خدمت بزرگان فرمودند و بعد فرمود که من از اولی که روی کار آمدم تا حالا هیچ چیزی را قبول نکردم و هر چی را که اشخاصی که وکلای من بودند که نوشتن برای من به مجموع آیت الله آشی ابوالحسن اصفهانی هر وقت پولی چیزی کشف میکرد و نداشت به ماها وکلا مینوشت، ما مردم را متمدن را جمع میکردیم و از اونها پولهایی میگرفتیم و برایشان میفرستیم. و اما برای من شما هم بفرمایید اجازه بدهید تا برای شما ها بگیریم. من برای اونها نوشتم من همیشه کارم با امام زمان بوده و امام زمان خودش همیشه کار مرا درست میکرد. از این پی بردن آقایانی که بودن که آقا به خدمت امام زمان رسیده یا میرسد یا اشاره از ناحیه مقدسه خود بزرگوار میشود. دخترم در تابستان رو بوری هایشان می نشست درس می کن. خلاصه بعد بیرون که می آمد سوار الاغی می شد. حاجی احمد با حاج رضا یکیش جلو یکیش عقب می آمده. در این بین که می آمد در مدرسه یک کلاه نمده کلاهش پاره کرده بودن پاسبانان. آمد خدمت ایشون سر برهنه. ایشون سلام کرد گفت من چه گناهی کردم که کلام پاره کردم. زمان پهلوی بود. خلاصه ایشون به حاج احمد فرمود که اون پاسبان رو بخواد. خب پاسبان رفتن گفتن آقا شما رو میخواد. خب ایشون پاسبان هم احترام میکرد. آمد و سلام کرد گفت بیا جلو. او خیال کرد پول میخواد بشوده. آمد جلو یه سیلی محکم به صورت این پاسبانه زد. گفت من اون چرا کلاه اینو پاره کرد؟ گفت مأمور بودم غلط کرده اون کسی که به تو امر کرد. کلاه پاسبان افتاد رو جو. مردم برای کردن خندیدن. بعد من اون موقع فکر کردم آقا چه قدرتی داره که پاسبان زد، چون زمان پهلوی بود نه زمان رضا شاه بعدی. خلاصه این خاطره یادم نمیره. البته شاید جاهای دیگرم عرضش کردم نوشته نشم. بعد نمیکرد به پاسبان
مثلا حرف بزن. خدا انشالله عزت بده با حاج آقا. خدا به تو سلامتی بده هم حضرت عالی که به حمدالله از مفاخر شهرستان هم حضرت حاج آقای مطهری ایشون هم از مفاخر شهرستان. آقا بذار من یه سوال دیگه از ایشون بردم از آقای بروجردی استفاده نکردم و پرسیدم. حاج آقای مطهری آزادی حاج آقای مولانا میفرمایند در بروجرد در زمانی که مرحوم آیت الله بروجردی در شهر بروجرد بوده حضرت عالی از ایشون هم استفاده برده یا فقط در قم از محضر ایشون استفاده کرده؟ از بروجرد میبودیم از کتاب‌های سطح از رسامه خودیم و پیش آقای آقای آیت الله آقای حجتی ایشون بودن و بعد دیگر که ملاقات می‌کردیم یا می‌رفتیم می‌گفتیم بحثی می‌کردیم و اما دیگر از اینجا که من رفتم تا مرحوم آیت الله رحلت نفرمودن درس ایشان و درس آقای خمینی 9 سال و درس ایشون در اصولش و فقهش شرکت داشتن و درس حضرت آیت الله سید شهاب الدین مرعشی که اینها پیش اونها 15 سال در درسش هم در درسش هم در خارجش درس بوده اونجا هم ادهی بودن که برای درس میگفتن نه کارو بر بودن خب و دیگر کاری نداشتن چون همه خدا به سلامتی بده حاج آقا. در بروجرد از محضر آقای بروجردی استفاده نکردید شما؟ در محضر آیت الله بروجردی در اون زمانی که در بروجرد بودن نه استفاده شما نکردید از درس ایشون؟ درس خارج من نمیخوندم تو کتاب‌های سطحی میخوندم از قبیل مکاسب و از شرح اما با کتاب‌های قوانین و امثال اینها درس آیت الله میرفتم می‌نشستم مخصوصا ایام تابستان در مدرسه تشریفی آوردن اینطور برای بحث بعدم میرفتم می‌نشستم برای هنوز به منزله این که بخوام درس خارج رسیده باشم و از درس خارج استفاده کنم هنوز نرسیده بودم. تشریف که ایشان بردن به 2 سال گذشت و بعد 2 سال ما در اینجا ادامه دادیم به کارهای خودمون و از اینجا گرفتم بعد رفتم قم به دست ایشان و دست دیگران. خدا بده انشاءالله جا با سلامتی بده. ماشاءالله با همین ذکر حرکت کنید. خیلی خوش آمد. خیلی خوش آمد. خیلی خوش آمد.
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر له اللهم عاد درجته اللهم صل على محمد وعلى محمد أرشد ما يردهم. اللهم صل على محمد أستغفر الله ربي وأتوب اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر اللهم أجرك يرشد ما يشفي أستغفر الله وأتوب إليه. أي ببخشید معذرت حاج آقا حضرت عالی که الحمدلله هم در کار علمی هم در کار عبادی الحمدلله موفق بودیم. گوشم شنوا نیست مگر با سمک، چشمم نگران نیست ولو با گرمک، چشمم نگران نیست دل خرم چه
چشم بسته است هم گوش بسته هرچه خدا میخواهم اینه خدا هرچه دلم خواست نان میشود آنچه خدا خواست ممنون قربون بس حسین آقا منش برای حاج آقا بریم میتونیم برای حاج آقا حسین آقا یه شعری حاج آقا داشت که سرزمینی کربلا اما که قداستش بالاتره یه دفعه دیگه بتونه بوشینه تو مزید خوش شما خواه حضرت علی اما یه شعری هست که میگه قداست کربلا از کعبه بالاتره و من حدیث کربلا و کعبه به کربلا آره رو علوم و رسمه یعنی وقتی نگاه میکنیم به کعبه وقتی نگاه میکنیم به کربلا مقام کربلا بالاتر از مقام کعبه من حدیث کربلا و الکعبه لکربلا بان علوم و رتبه مرمش رتبه کربلا بالاتره ای حسین ای حسین آیا حسین آقا بیاد درمان اینجوری انجام چرا درمان سنتی تو 60 درجه با آمدا فرق میکنه به ناز اخلاق بله حالا بالاخره سیاسی از آستان قدس رضوی که آمدن امسال که پرچم بردن اما 90 پیش حاجی آقا قدسیاش حساب اهدا کردن پرچم آستان قدس رو برد از راه خبر دارم چه خبره حاج حسین آقا نوشتم که بالا سر حاج آقا آقای سیستانی آقای خزانه نه نوشتم اون شنبه آقای شمع که هیچی او مثلا شمع محاضره ورق میگه یا مال زمانی که سلام ولی خب اینا که ما دعا کنه ما بنو سیان نه من یادم یه وقتی آقای خزعلی آمد موجه در حوزه امام صادق بعد برنامه شد که کی برم منبر که قبل از آقای خزعلی بالاخره تبریکی به اینا همه به اتفاق حضرت آقای مولانا حضرت آقای مولانا فرما شدن آقای مولانا رفت منبر و شروع کرد به صحبت ایشون از منبر آمد پایین آقای خزعلی رفت بالا 1 ساعت در فضایل آقای مولانا صحبت کرد من استاد که تشریف آورد در حوزه امام صادق چی ازش نریم نه متاسفانه دوربین چیزی نبود ولی آقای خزعلی که آقای مولانا که منبر رفت و شروع کرد حاج آقا می آقای خزعلی ای وای برای جامعه ناصب CD شرح مولانا آقای ارجمندی گرفتید یه CD فیلمنامه درست کرده فقیه تدوین شد فرستانش برای صدا سیما دیوان هم با آقای ارجمندی نگرفتم نه آقای ارجمندی گفته بود خلاص ما بخورم مرامیس شریفون بهر زخام که رحمت بر روان پاک او باد وصیت کرد و گفت گردون که خواهی که باشد در دو عالم جان تو شاد
چنان مستغرق احوال خود باش که ناید از کسی دیگر تو رو یاد. یعنی همیشه انسان باید به فکر خودش باشه. چقدر گناه کرده، بار گناه. ای خدا، ای تو توانا شده زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم شو، تو قائم بذار. هستی تو صورت و پیوند نه، تو به کس و کس به تو مانند نه. ما همه فانی و بقا بس تو روست، ملک تو آلا و تقدس تو روست. هرچند باید به خدا متوکل بود. کش تو موقع منبر برید. من گفتم من چند سال تبعید شدم، چون چند سال تبعید شده بودم و حق نداشتم منبر برید. گفت فقط من اجازه منبر یه منبر در فوت ایشون، یعنی در فوت عاشقانی محمد در مسجد مشک تهران فقط یه امام بره، ولی بعداً باز تبعید شده بودم 20 و چند سال بر اثر حرفایی که علیه شاه میزدم من تبعید کردم چند سال. بله، منزل مرحوم آقا شیخ بودیم، آقای دکتر آزمایش و آقای خوشخوام اینا تشریف داشتیم. من گذران رفتم اونجا سری بودم. آقای محدثی هم میخواد. بله، آقای محدثی. بعد ایشون درسش که تمام شد گفتن حاج آقا یه روضه‌ای بخون. مثل الان که بالاخره آدم دلنازو که شروع کرد روضه خوندن، یه دفعه آقا حاج آقا حالش خراب شد، خشم کرد. زنگ زدیم اورژانس آقا مولا سرشون بخش. یه خاطرا تقریبا سال 80 و اینا فکر کنم 80 10-11 سال پیش تجاوز ناشد میگه چه عمر سی گذشت یا که از 20 نمی شاید نگر چون غافلان زیست. نشاط عمر باشد تا 40 سال، 40 رفته فرو ریزد فروبان. پس از 50 نباشد تندرستی، بسر کندی پذیرد پای سستی. چو 60 آید نشست آید پدید آید، یعنی بنشین دیگه نتونی کار کنی. چو 60 آید نشست آید پدید آید، چو 70 آید انسان افتدد کار. به 80 چون در رسید بسا تختی کرد گیتی کشیدی. از اونجا گر به 100 منزل رسانی بود مرگی به صورت زنده بودی. سگ صیاد کامو گیر گردن بگیرد آهوش چون پیر گردن. حتی سگ صیاد وقتی پیر شد آهو رو میگیره. به عکس عمر من ای عکس جاودانی باش، به یادگار من و دوره جوانی باش. احسن. جای جنازه رو خالی کنن عزیزان، جلوشون رو خالی کنن. السلام نماز توسط حضرت آیت الله علوی. عزیزان سکوت رو رعایت بفرمایید. الصلاة
فشار ببرن. الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله الها واحدا احدا فردا صمدا حيا قيوما دائما ابدا لم يتخذ صاحبة ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء سلام الله عليها والأئمة من ولدهما أعلام الهدى وحجج الله على أهل الدنيا جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والصديقين وجميع عبادك الصالحين. الله أكبر الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك اللهم إنك قبضت روحه إليك وهو محتاج إلى رحمتك وأنت غني من عذابه. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن خطيئاته واغفر له. اللهم إنه قد صرف عمره في خدمة شريعة سيد المرسلين وإعلاء كلمة أهل البيت وخدمة مولاه أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم زك عمله وكمل سعيه وتمم قربته واحشره معهما في العليين واحشره معهم في العليين واخلف على أهله في الغابرين وارحمه وإيانا بفضلك ورحمتك. اللهم اجعل مولاه أبا عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه معينا وناصرا له في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم عفك عفك عفك. اللهم عفك 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 بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر.